با درود از استودیوی مرکزی رادیو زودی به شما بینندگان عزیز، شالا گلخوجه هستم در خدمتتان. موضوع برنامه خبری امروز 20 آگوست چنینند. در پی اعتراض جوانان ونجی از معرکه رشته روشن، پرزیدنت امامعلی رحمان از افراطگرایی در بین ساکنان ناحیه ونج گفت. تجاوز دختر خردسال باز یک خانواده را بدبخت کرد. نزدیکان جبر دیده از دنبال عدالت می‌گردند. من خواهش میکنم که همین پاریز نتیان من اکنون این دخترچه اینوالید شد. عالم وحوش پاسخ می‌دهد و یا وقتی آدمان جنگل‌ها را دهه می‌کنند، جانوران وحشی به خانه‌های آنها مهمان می‌شوند. در پشت خانه یک کلبه خرد جایگیر است. این پلنگ ماده و 4 طفلش همانجا به سر می‌برند. شروع میکنیم از خبری دیگر. الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف حکومت روسیه بنابر زهرآلودشوی احتمالی در بیمارستان در شهر اومسک تحت مراقبت شدید قرار دارد. در این باره سخنگوی ناوالنی که در سفر از تومسک به مسکو او را همراهی میکرد خبر داده است. ناوالنی در حال حاضر بیهوش است و طبیبان او را با دستگاه نفس‌دهی وصل کردند. خبرگزاری روسی تاس وضع سلامتی او را سنگین گفته است. با اطلاع تایگا اینفو ناوالنی چند روز در سیبیر بود و در آنجا برای تحقیقات بعدیش معلومات جمع میکرد. در آغاز او به نوسیبیرسک آمد، با داوطلبان ملاقات کرد و از آنجا به تومسک رفت. الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان حکومت روسیه می باشد و تا 20 سال گذشته 30 روز را در زندان سپری کرده بود. او را به نقض قانون برگزاری گردی همایی و همایش‌ها متهم کرده بودند. رئیس جمهوری تاجیکستان 2 روز باز در ولایت بدخشان است و روز پنجشنبه با ساکنان ناحیه ونج ملاقات کرد. در این صحبت به افزایش افراطگرایی تاکید شده است. این در حالی است که هفته گذشته گروهی از جوانان ناحیه ونج از معرکه به گفته آنها رشته روشن شکایت داشتند. همکار ما میرزا نبی خالقزاد جریان صحبت ها را مشاهده داشت و با او من صحبت کردم. بله شالا رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با ساکنان ناحیه ونج گفت که 53 ساکن این ناحیه در 6 سال گذشته به صف گروه‌های تروریستی و تندرو به مثل داعش دولت اسلامی پیوستند. امامعلی رحمان در این ملاقات همچنین گفت 12 نفر آنها را دستگیر کرده به تاجیکستان برگرداندند و قرار است 8 نفر آنها در آینده نزدیک محاکمه شوند. بعد ظهور گروهی به نام دولت اسلامی در سال 2013 و آغاز جنگ آنها در عراق و سوریه، به اطلاع رسمی بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان به این کشور رفتند و بسیاری هم به صف گروه دولت اسلامی پیوستند. صدها نفرشون نیز در این جنگ‌ها کشته شدند. محققان افراطگرایی میگویند اساساً مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بیکاری، ناامیدی از آینده، سطح پست دانش دینی و دنیوی و نقض حقوق دینی در تاجیکستان از سبب‌های پیوستن این افراد به صف گروه‌های تندرو و تروریستی است. آیا درباره معرکه به نام رشته روشن در ناحیه ونج چه اطلاعی نو داریم؟ آیا این مسئله در آستانه سفر پرزیدنت حل و فصل شده است یا هنوز بحثش ادامه دارد؟ مقامات ناحیه ونج چند روز پیش از سفریه پرزیدنت به اینجا گفته بودند که با گروهی از جوانان که با نشان اعتراض از معرکه رشته روشن در نزد بینای حکومت جمع آمده بودند کارهای فهماندهی گذراندند. از جمله جبار قاسم رئیس ناحیه ونج در صحبت به ما گفت که مقامات سبب ناراضگی آنها را تحقیق میکنند. این مسئله بعد آن داغ شد که در آغاز ماه آگوست فرقت حکومتوف رئیس بخش جوانان ونج در یک نوار ویدیویی گفت بسیاری از جوانان ونج ریش خود را تراشیده سیمای جوانی یعنی سیمای ظاهری خودشون را دوباره احیا کردند. بعد از همان روز 12 آگوست گروه جوانان در نزد بینای حکومت جمع آمدند. این معرکه را مجبوری نمودند. ساکنان ناحیه ونج میگویند حالا 6 نفر از اشتراکداران اعتراض پیوسته به اداره‌های مقامات انتظامی دعوت می‌شوند و احتمال نسبت به آنها پرونده باز شود. یعنی این مسئله هنوز نهایی نشده است و احتمال بعد از سفر پرزیدنت هم ادامه کند. سپاس برای صحبت میرزا نبی خالقزاد بود. من تنها اضافه میکنم که سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادامه دارد. یک مادر تنها میخواهد مقامات انتظامی حادثه به سر کودک 4 ساله‌اش آمده را جدی پیگیری کند و افراد گمانبر به تجاوز دختر نابالغش را جزا بدهند. این مادر گفت به ناموس دخترش اول همین ماه از سوی پیوندان پدرش دست‌درازی شده است. این حادثه خانواده او را در حالت سخت روانی قرار داده است. حادثه تجاوز شدن دختر خردسال ثابت شده است، ولی این عمل را کی صادر کرده است کاری تفتیشات است که باید دقیق کند. زیرا حادثه زمان
اتفاق افتاده است که این دختر بچه در مهمانی بود. سرویناز روح‌الله و افسانه اکوبیرشویeva این قضیه را پیگیری نمودند. این مادری تنها هر لحظه به سرنوشت دختر 4 ساله‌اش اشک می‌ریزد. نمی‌داند وقتی دخترش بزرگ شد چگونه به او حادثه‌ای را که اخیراً به سرش آمد قصه خواهد کرد. او میگوید اولی همین ماه به ناموس دخترچه خردسالش دست‌درازی شده است. به گفته او چنین بدرفتاری را پیوندان پدری دخترش انجام دادند. قایسیگلم گفته که من قصد داشتم این دخترش ببخت شود. مادر کودک 4 ساله که با دلایل اخلاقی نامش را ذکر نمی‌کنیم گفت 3 سال پیش با 2 کودک از شوهرش جدا شد و خانواده شوهر در برابر پرداخت الیمنت حق داشتند با کودکان دیداربینی کنند. پیوسته آنها را به منزل خود می‌بردند، اما حادثه‌ای که روز عید قربان رخ داد برای این مادری تنها گوش ناشنید بود و او را در حالت افسردگی قرار داد. خشتمانم دم زنگ زد که کودکای میبریم عید با همی پارک میبرد و میکنه گفت به خانه میبره. ما گفتم که خمیل آچم زنگ زدم که آچم خیلی کودکای میبرده. گفتم باچم گفت که خمیل بیا گفت اکو خا عید با برد و یا خا بازی که روز منم کار رفتم سود که کار کردم پگاش بهم یکم چیزا با خسرم زنگ زد که دختره گفت که خونم آسوده. من گفتم که اکوجاش ابینی شما گفت نه اتاقش آسوده تیز رفت که همین دختر یکم چی نشود. تو رفتم که همین دخترم خواب بود. با دیدم که این بخوش همین رنگش سفید و وای شده که من گرفتم وای با اینسا آوردم. با اینسا آوردم خبر کردم گینکولوگ دبر آورده 4 متر خبر کردم. خواهد دخترها آمد چی کرده خواست قریب 400 اپیراسته شد. سندهای تشخیص طبی دادگاهی که بعد از چند ساعتی حادثه انجام شده است تجاوز دختری 4 ساله را تصدیق می‌کند. نفران گمانبر به دست‌درازی دختری نابالغ در صحبت با رادیوی آزادی گفتند کلینی سابقشان به آنها خصومت شخصی داشت و همین طور به آنها تهمت کرده است. اما این کودک 4 ساله گفت او گناه را زیر شکنجه به گردن گرفته است. اما پیوندان دخترچه نابالغ میگویند حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخص گناهکار موافق به عملی که نسبت به کودک نابالغ انجام داده است جزا گیرد. من خواهش میکنم که همین پاریز نتیان من اکنون این دخترچه اینوالید شد. در دادستانی منطقه شکایت این مادر را تصدیق کردند و گفتند الکی پرونده آغاز و برای بررسی به شعبه کارهای داخلی ارسال شده است. برای کمک به این مادر و کودک 4 ساله او سازمان جمعیتی تشبث حقوقی و کاروان امید اظهار آمادگی کردند. خود این مادر میگوید بعد از این حادثه صحت دختر نابالغش خوب نیست. هر روز پوچم در میکنم میگوید نمیفهمد یعنی پوچش در میکنه تمپراتور میکنه در می به ماتکشم در میکنه که اشکمش میخواد که اشکمم در میکنه میگوید. در تاجیکستان تجاوز به ناموس از جمله با افراد نابالغ جنایت سنگین حساب می رود. به حساب سازمان جمعیتی تشبث حقوقی در 1 ماه اخیر این 5مین پرونده است که کودکان قربانی عملهای شهوانی شدند یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. همانگونه که میبینیم این قضیه خیلی پیچیده است. امیدوار میشویم مقامات انتظامی موشکافانه آن را تحقیق میکنند. این حادثه را ما پیگیری خواهیم کرد تا ببینیم با چی میانجامد. اما حالا یک آگاهی پیشنهاد شما میگردد و بعد آن درباره روز اختراعکاران گزارش میدیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در 8 ماهی که جهان با بیماری همگیر کووید 19 دست و پنجه نرم میکند، عالمان و اختراعکاران جوان تاجیکستان هم در کنار نماندند. رسیدن پای کرونا ویروس نو به تاجیکستان کمبودی ها در عرصه بهداشتی را فاش کرد. نورسایی وسایل بهداشتی و طبی عالمان تاجیکستان را به ساختن چند دستگاه وادار نمود. گزارش داریم از شهر خوجند که نمونه از این اختراعکاری ها را نشان میدهد. زمانی که بیماری همگیر کووید 19 نفسگیری بیماران را دشوار کرد، نومان حسنوف ساختن این دستگاه را ضرور شمرد. زمان اوج کرونا ویروس نو در بیمارخانه های تاجیکستان کمبود چنین دستگاه ها وجود داشت. این دستگاه برای هواکشی سوری
دستگاه برای زیاد نمودن مقدار هوا بشوش مقدار نامی های هم داروهایی که راه نفس میره. نومان حسنов را ساکنان شهر خوجند به حیث اختراعکار و تعمیرگری اسباب‌ها می‌شناسند. مهندس 71 ساله در گذشته رهبر اداره راه آهنی خوجند بود. در دوره کرونا ویروس چند دستگاه پاککاری هم ساخته است. من یک اسباب ساختم که همگی 30 سانتی متر دراز دارد، 30 سانتی بلندی، 20 سانتی متر بر دارد. در زمان پاندمی نومان حسنов یگانه نفر نیست که به ساختن یا اختراع دستگاه‌های بهداشتی مشغول بود. این اسباب پاکسازی دستان از ویروس کووید 19 را دانشجویان ساختند. آموزگاران و دانشجویان دانشگاه حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند با این اسباب دستی ساخت خود در جلوگیری از پهنشوی بیماری همهگیر کووید 19 تلاش دارند. PVH استفاده بردیم در قسم میکروچیپ ها، محرک، نقل‌ها و چند نمود سنسور و داتچیک ها بارد است. وقتی که ما دست خود را به تجهیزات می‌داریم، اون دست را می‌شناسد و به مقدار معین انتیسپتیک را پنیک محلول را پاش می‌دهد. نورسایی اسباب و تجهیزات برای دزینفکسیا و طبابت بیماران اختراعکاران تاجیک را وادار کرد که سریع ساختن چنین دستگاه‌ها تلاش کنند. در مؤسسه و اداره، کارخانه و بازار و مغازه و طرفخانه‌های کشور از دستگاه‌های وارداتی استفاده می‌کنند، ولی در حدود نیم سال به دست دانشمندان و اختراعکاران در تاجیکستان بجز از دستگاه نفس‌دهی صنعی دیگر چیزی چشمگیر اختراع و تولید آن به راه مانده نشد. تلاش‌های اکثر اختراعکاران برای دریافت کمک مالی از حکومت برای تکمیل تجهیزات اختراع کردهشان و راه اندازی استحصال آنها بیشتر وقت به نتیجه مانده است. کشفیات و رشد صنعت در طول تاریخ باعث آن شده است که انسانیت گاه به حریم زیست حیوانات وحشی قدم نهاده و موازنت طبیعت را از بین میبرد. حتی همین پاندمی کرونا ویروس نو که جهان را سرایت کرده است، احتمال از آن سبب باشد که آدم با حیوانات وحشی و بیماری و ویروسی او تماس پیدا کرد. ولی باز هم روندی برعکس اما با مقیاس خردتر از آن وجود دارد. در چند ماه اخیر مشاهده آن شدیم که در ایالت فلوریدا تیمساح‌ها به کوچه‌ها برآمدند و آهوان در شهرهای اروپایی سیر و گشت میکنند. اسکندر خوجه میرزاده از آن قصه میکند که همین گونه یک گربه وحشی هم در دهه دوردست هندوستان برای خود مکان امن پیدا کرده است. روز سه‌شنبه منصبداران خواجگی جنگلداری هندوستان خبر دادند که در یک دهه دوردست ناحیه غربی نشیک هندوستان یک لیوپارد و یک گربه وحشی 4 طفل به دنیا آورده است. به قول منصبداران، مادر و 4 بچه‌اش صحت و سلامتند. مسئول بخش جنگلداری ناحیه نشیک گنیش راو جاله میگوید در پشت خانه یک کلبه خرد جایگیر است. این پلنگ ماده و 4 طفلش همانجا به سر میبرند. مردم طلب دارند که آنها را بیرون کنیم. ما حالا نمیتوانیم این طفل‌های نوزاد را به قفس اندازیم. عائله گربه وحشی عادتاً بعد مدتی که بچه‌هایش به پا خستند در وقت مناسب به جای امن می‌کوچند. گربه‌های وحشی هندوستان با خطر نابودشوی مواجه می‌باشند. شمار زیادی گربه‌های وحشی را برای پوست و قسم‌های بدنشان غیر قانونی شکار می‌کنند. اما بعضاً ورود آدم به عالم وحوش باعث می‌شود که آنها در دهه‌های دوردست بالای آدمان، پرنده و چاروا حمله می‌کنند. در بسیاری حالت‌ها این گونه حمله‌ها با مرگ گربه‌های وحشی به پایان می‌رسند. و شب دیروز سطح اعتراضگر تلاش‌های نوی پاککاری پایتخت بلاروس از اعتراضگران را نادیده گرفته در مرکز مینسک گردیمای اعتراضی دایر نمودند. همین طریق اعتراضها بر ضد حکمرانی طولانی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو 11 روز پی هم پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی در بلاروس جریان دارد. بینندگان عزیز، با همین خبر برنامه امروزی خبری را به پایان میرسانیم. تشکر میگویم که شما پیوسته ما را تماشا میکنید. خبرهای بیشتر از این را شما چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارهای ویدیویی در یوتیوب کانال ما گذاشته می شود. من همه شما را فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.